همه آدمایی که میگن ات یوری، ات مسلمانی، ات خریستیانی، شما دا چی؟ این آدم پست بودن نشان میدن. допустим همون لبای چیه؟ یکان جا بسیار شید، یا که کم شید، یا که سومدار شید، یا که بام شیدی. چی شیدی؟ هیچی. نمی دانیل مثال گفتن خریستیانه، او از ذاتش خریستیانی نه. مسلمان از ذاتش مسلمان میشه، یوری از ذاتش یوری میشه. دینی گنده نیست، آدمای گنده هستند، آدمای بد هستند. و مثال با شرط نیست که او را برای بزنی ای مسلمان شو لبای کارت میکنه مگر نشه. عامر خالد کتاب داره به نام قصص الهدایه، میگه من در سفر طیاره که به طرف یکی از شهرهای آفریقا میرفتم، تانزانیا بود یا همجوار تانزانیا بود، میرفتم. وقتی در طیاره سوار شدم، خوب دقت کنین چقدر جالب است داستان. میگه وقتی در طیاره سوار شدم، یک رفیقی که در کنار ما بود گفت کجا میری؟ میگه برش گفتم که در آفریقا میرم به خاطر دعوت. گفت اوجا که در جوار میری، در آفریقا میری، اوجا یک عجیب حالت را خواهد تو دیدی. میگه برش گفتم چطور؟ گفت یک تفلک را میبینی که بوی خدا میدهد، خودش طفل است ولی بوی خدا میدهد. تو در شهر میری که در اوج طفل هست که بوی محمد میدهد صلی الله علیه و سلم، بوی قرآن میدهد. میگه وقتی سخن را شنیدم من کنجکاو شدم که بفهم گپ چی است. گفتم داستان قصه کن. گفت تو آرام باش من قصه میکنم برات. گفت من رفتم در یکی از شهرها در آفریقا، در مسجد نماز میخواندم، دیدم که یک تفلک 10 ساله آفریقایی یک لباس عربی در تنش است، یک عبای خلیجی را پوشیده به تنش است، در بین مردم کاملا عجیب معلوم میشه. هیچ کسی لباس نداره چون مردم آفریقا او لباس نمی پوشند. میگه از پیشش پرسان کردم که تفلک بیای نزدیک. میگه تفلک نزدیک آمد، من به تعجب انداخت که چطور یک لباس پوشیده، 10 ساله است. از پیشش پرسان کردم تفلک تو از کجا هستی؟ گفت من مسلمان هستم. میگه من پرسان کردم تو از کجا هستی؟ میگه بر من گفت من مسلمان هستم. گفتم تو از کجا هستی؟ گفت تمام شهرها و کشورهای اسلامی مال ما هست، سرزمین ما هست. میگه من بیخی کنجکاو شدم که سبحان الله این چی جواب بود که به من داد. میگه رفیقی که در کنار من نشسته بود گفت از این طفل پرسان کو که چطور مسلمان شده. میگه من گفتم این مسلمان نیست. گفت نه این مسلمان نبود، مسلمان شده. همین تفلک 10 ساله گفتم پدر مادرش کجاست؟ گفت پدر مادرش کافر است. از این تفلک پرسان کو که چطور مسلمان شده. میگه من به تعجب کردم، تفلک را نزدیک برای خود کردم، گفتم که تفلک تو چطور مسلمان شدی؟ همین داستانت یک قصه بگیر، خوب گوش کنین عزیزان من، همین داستانت یک قصه بکن. میگه تفلک به من نزدیک شد، گفت تو از کجا هستی؟ گفت از مکه هستم. این انسانی که رفته بود اونجا گفت من از مکه هستم. گفت یک اجازه بده که یک بغلت بکنم. تفلک 10 سال یک اجازه بده یک بغلت بکنم. میگه آمد مرا بغل کرد، گفت یک اجازه بده این پیشانیت یک بوسه بکن که تو از سرزمین وحی هستی. من آرزوی دیدن مکه را دارم ولی ندیدم، یک اجازه بده. میگه بیخی عشق من به این تفلک بیشتر و بیشتر شد، حریص بودم که زودتر بشنوم چی کرده این. گفتم تفلکم تو قصه کو چطور مسلمان شدی؟ گفت پدر من یک کشش است، کشش کاتولیک. کشش کسی را میگه کلان کلیسا باشه، امام کلیسا باشه، پیشوای عیسویت باشه. گفت من یک پدر کشش کاتولیک دارم، در شیکاگوی آمریکا زندگی میکردیم ما. من در مخرطرکی خط آموختم، خواندن آموختم. پدر من هر روز مرا به همراه خود به کلیسا میبرد. وقتی به کلیسا میبرد باز در کتابخانه کلیسا که داخل میشدیم، دو کتابخانه کجا میرفتم، باز پدرم برای من میگفت که این کتابا رو تو مطالعه بکن که کتابهایی است که از عیسی مسیح میگوید، این رو تو مطالعه بکن. گفت روز از روزها خیلی تشویق میکرد. پدرم یکی از روزها من رفتم به همراه پدر در کلیسا. وقتی داخل کلیسا شدم پدرم گفت برو یک کتاب انتخاب کن مطالعه بکن. میگه ما آمدم امی قفسچه ها را میپالیدم، نمیدانم که خدا چی کرد با من، نمیدانم که خدا به من چی دیده بود. گفت امین قفسچه ها را میپالیدم، دیدم که یک کتاب قدیم نوشته است انجیل. میگه اینو گرفتم، خیلی قدیمه هم بود.
میگه وقتی که بازش کردیم به قدرت پروردگار ورق دوم را نزدیم. همین که باز کردم که در صفحه اول نوشته است که عیسی مسیح به پیروانش میگوید ای پیروان، ای امت من، دیر نمیگذارد که نبی میآید نامش احمد است. نبی میآید نامش احمد است و او از عرب است. میگه وقتی این رو دیدم مطالعه نکردم، کتاب برداشتم آمدم پیش پدر، گفتم پدر جان تا نوزی کتاب مطالعه کردی؟ گفت پسرم چند بار من مطالعه کردم. گفت پدر جان یک سطر را در این کتاب ما دیدیم شما دیدید؟ گفت کدام سطر؟ گفت این سطر که در اینجا میگه عیسی مسیح که یک پیامبر بعد از من میآید اسمش احمد است. پدر جان این کجا است؟ من خود نمیفهم، مرا بیقرار کرده، این بیاید بشناسم. نه این کجاست؟ میگه پدرم بسیار یک فریاد محکم به سر من زد، گفت تو غلط کردی که این مطالعه کردی، این دروغ است، این یک نسبت غلط به عیسی مسیح داده شده، غلط است، این پیامبر به نام احمد وجود ندارد. میگه دست من را گرفت و کتاب را از دست من گرفت، از کلیسا بیرون شد. به من میگفت، سر صدا میکرد و چغ میزد که دیگه اون کتاب را مطالعه نکنی، دیگه درباره احمد فکر نکنی. میگه من گفتم این احمد کسی هست که همه را غوغا برپا کرده، من باید این احمد را پیدا کنم، این احمد را باید پیدا کنم. میگه وقتی پدرم مرا به خانه آورد دوباره برگشت به کلیسا، من بیرون شهر شدم، جستجو کردم که عرب ها را اینجا کسی نمیشناسه، اینجا کدام عرب نیست. گفتن فلانی هتل در فلانی جای عرب هاست، هتل عرب هاست، اونجا برو. میگه آمدم صدا زدم که اینجا عرب کسی هست؟ گفت که عربا را چی کار داری بچه که ما؟ گفت که از احمد پرسان میکنم. از احمد پرسان میکنم، احمد را کس میشناسد؟ میگه گفتم پسرم احمد یعنی کی؟ کسی هست؟ گفت نه، پیامبر عرب را میخواهم. گفتن به مسجد برو، فلانی جای مسجد مسلمان هاست اونجا برو. میگه حرکت کردم آمدم، این طفلک 10 ساله است، بخواهیم که خدا این گونه دل ما را بالا ببرد. میگه آمدم به داخل مسجد، دروازه مسجد که طفلک داخل میشه صدا میزنه که کسی هست در بین شما که احمد رو به ما معرفی بکند؟ میگه امام مسجد پرسان کرد پسرم اینجا احمد نام در بین ما کسی نداریم؟ گفت نه، همون پیامبر عرب را میگو. گفت بیا نزدیک، بیا. میگه وقتی که آمد نشستم، گفتم که چی میخوای؟ امام مسجد گفت احمد چی کار میکنی؟ گفت من رفته بودم به کلیسا امروز، من در انجیل دیدم که حضرت عیسی مژده داده که یک پیامبر میآید که نامش احمد است و او عرب است. وقتی که میگه این شنید امام از جای خود پرید، سریع رفت قرآن را گرفت، آورد قرآن را باز کرد، سوره صف، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. میگه وقتی این آیه را خوان، طفلک گفت ای طفل من، ای فرزند من، همون کلامی که در انجیل است عیناً همون کلام در قرآن کلام رب ما هست. میگه طفلک قرآن را میگیره و به چشمکایش میماله، میگه ای کجا هست؟ احمد کجاست؟ میگه او 14 سال پیش مرده است، وفات کرده او. این طفلک به گریه میشود، هنوز زنده است. از من جدید میگم برات عزیز من، این طفلک میگه خودش وفات کرده، میگه بله 14 سال است، ولی این کتاب پیش ما هست، احادیثش نزد ما هست، جای نگرانی نیست. میگه عیناً همون عبارتی که من در انجیل دیدم در اینجا دیدم. طفلک حرکت میکند، میآید و پیش پدرش میگه پدر جان، احمد را پیدا کرده. میگه کجا پیداش کردی؟ میگه عرب ها مسلمان بودن،
اینها پیروان همون احمد است که در انجیل گفته شده است. پدرش با سیری محکم به صورت تفلک می نوازد. این تفلک میگه پدر جان ضد نکو، بیا مسلمان شو، بیا که خاصی عیسی مسیح همین است، بیا مسلمان شو. پدرش طفل در داخل خانه قفل میکند، داخل خانه قفلش میکند، فقط آب میدهد و نان میدهد و تنبیهش میکند. 2 هفته تیر میشود از ترس این که مبادا پلیس آمریکا خبر شود، این از داخل زندان بیرون میکند و میفرستد پیش پدرش به تانزانیا. به پدرش میگه پدر جان این پسر من مفکوریش خراب شده، این پسر من بوی احمد به بینیش زده است، این پسر من را تنبیه بکن و به این بفهمان که این ذهنش پاک شود و اگر نشد این را بکش، این را بکش که من اینجا این کار را کردن نمیتوانم، پلیس مرا دنبال میکند، همونجا این را بکش. وقتی این تفلک را با تانزانیا روان میکند، اونجا که میرود بابش هرچی برش میگوید نتیجه نمیداد، باز این تفلک جستجو میکند که مسجد پیدا بکند، میرود به سمت مسلمان ها، پرسان میکند از مسائل دین، خیلی مسائل دین را یاد میگیره، نماز یاد میگیره، نماز میخوانه. بابش میبینه که نمیشه، در غذایش زهر میاندازه، در غذایش زهر میاندازه که بمیرد. ولی خدا اگر بخواهد کسی را نجات بدهد، هیچ قدرت میتواند کو را نابود کند؟ نمیتواند. عزیز دل، این تفلک 2 لقمه یا 3 لقمه میخوره، به قدرت پروردگار یک بار بالا میزنه میدهش، تمام خوردگیایش بیرون میغلطه، از امون کیرکین داخل خانه خود را بیرون میاندازه، میفهمه که چیزی به من داده شده، فرار میکنه. کجا میروی؟ به طرف مسجد میروم، به طرف مسجد میآید، در آغوش مسلمان ها خدا میاندازه، میگه به من چیزی دادن، تداویش میکنن. بعد همین تفلک 10 ساله را از اون سرزمین انتقال میتن. فعلا بهترین دعوتگر آفریقا همین طفل است.